در کنار ما دروازه‌بان آینده‌دار و جوان فوتبال افغانستان یعنی حامد امیری است. امیری سلام، خسته نباشی. کلینچیتا مبارک، پیروزی مبارک. و شما مبارک، به مردم افغانستان و ملت افغانستان مبارک باشه. یک جان سپاس. همین جام اگر خواهش بکنم کمک قسمت بگی، مردم افغانستان، جامعه ورزشی افغانستان خیلی تشنه این جام ها بود و سرانجام در سال 2024 اتفاق برای تیم ملی زیر 17 سال افغانستان رقم خورد. حامد اگر برام بگویی قبل از ای که حضور پیدا کردین از کدام تیم هراس داشتین و ترس از این داشتی که مبادا دروازه خودت را باز بکنن؟ اراز از این تیمایی نداشتیم بخاطر چون زحمت ترنرهای ما سر ما زحمت زیاد کشیدن با کمپ مدت 4 ماه سر ما کم بوده، زحمت زیاد سر ما کشیدن. اراز از این تیمایی نداشتیم چون تمرین داشتیم، امروی ما مربیای ما تمرین کردن، زحمت کشیدن، پلانای ما گفتن ما در راه انداختیم و با نتیجه بلند و بیکپ گرفتیم. انشاءالله پیروزی مبارک باشه. کدام گفتنی اگر باشه درد دلت میشه از دریچه ملی اسپورت بگویی از اینجا؟ این پیروزی را به تمام ملت افغانستان تبریکی میگم و این پیروزی را به مادرای و پدرای افغانستان تبریک میگم. سپاسگزار هستم از شما.